برگشتم بیام سر تختم، دیدم این خانومه لب این تخته نشسته، 3 تا پسر دور تخت دارن بازی میکنن، یه بچه سر تو بغل این خانوم است دور تختم. یعنی وایسادم داشتم این بچه‌ها رو نگاه می‌کردم، خیلی خوشحال بودم. بچه کوچیک خیلی دوست دارم. دور تخت بازی می‌کردن، خوشحال بودم، کیف می‌کردم. بچه من این خانوم صورتش رو نمیتونستم ببینم. این خانوم یه لباسی تنش بود به همین ضخامت بود، ولی سبزای ما نه، یه سبز خاص. این خانوم پوشیده بود، کامل پوشیده بود، اصلا هیچ جای بدنش پیدا نبود، هیچ جای، حتی دستش. خانوم گیری دستش گذاشت رو تخت، گفت که برای این تخت دعا کنین، این از ما کمک خواسته. این خانم از تنبل‌بنی بود، ولی من اون موقع نفهمیدم. این بچه‌ها حضرت اولفضل بود، اون بود و جعفر بود و عثمان فکر کنم، 4 تا بچه داشت. من اون موقع نمی‌دونستم. خانم رفت، من خوردم به تخت. وقتی که خوردم به تخت دیگه تمام شد. خوردم به تخت یعنی چی؟ یعنی بهوش اومدم. خانم صحبت که خانم میگم از حضرت المؤمنین کی برا من کمک خواسته بود. دخترم 6 سالش بود، اسمش فاطمه. یهو دوید اومد که بابا من دخیلم، درمان ذلیلم، تا ندهی مرادم، دست از سوهر ندارم. اون بلبن دخیلم.